برای فروش دایگز دو تا کار میتونید انجام بدید. یکی این که به تون کوین تبدیلش کنید توی تون کیپر و بعد ارسالش کنید به صرافی ایرانیتون و بفروشید. یکی هم این که میتونید خود دایگزتون رو مستقیم به صرافی تبدیل یا حالا هر صرافی که لیستش میکنه و شما باش کار میکنید انتقال بدید. برای تبدیل دایگز به تون، اینجا روی خود دایگز که کلیک کردید، بالا سمت راست روی گزینه سواب کلیک کنید. وقتی وارد این صفحه سواب شدید، اون بالا میتونید مقدار دایزی که میخواید تبدیل کنید به تون عددش رو وارد کنید و پایین هم مقدار تونی که بهتون میده در عوض اون تبدیل رو بهتون نشون میده و برای تکمیل تراکنش روی گزینه آبی رنگ کلیک میکنید و پایین سمت راست دوباره گزینه کانفیم رو میزنید که تراکنشتون انجام بشه. اینجا هم تاییدش میکنید، تراکنش رو رمزتون رو میزنید و صبر میکنید تا تراکنشتون انجام بشه. در حال حاضر به خاطر شلوغی بیش از حد سرور، خود تونکیپر گفته که زمان میبره، ممکنه چند ساعت زمان ببره تا این دایزی که تبدیل کردید به تون توی حسابتون بشینه. الان اگه وارد کیف پولتون بشید، دایزتون کم شده ازتون، یعنی دیگه توی کیف پولتون نیست و در حال تبدیل شدن به تون هست و یک زمانی حالا طول میکشه به خاطر شلوغی سرور که تونش بشینه به حسابتون. به این روش شما میتونید به تون تبدیل کنید و اگه هم میخواید دایز رو به صورت مستقیم به یکی از صرافی‌های ایرانی انتقال بدید و بفروشید، آموزش رو توی ویدیوی بعدی میذارم.